نبی بعده. اما بعد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الله متعال در این لحظه های زندگی برای هر یک من شما بنده های مؤمن مسلمانی که در هر گوشه کنار دنیا زندگی میکنید، الله متعال برای من شما توفیق عمل صالح مخلصانه و مسلمانی واقعی بدن، در راه شریعت به حق بر راست بدن الله نصیب و روزی بگرداند. و امروز هم باشد عزیزان دل، خواستم بنده در اطراف یکی از حدیث های پیامبر صحبت داشته باشیم. عزیزان دل، امروز آنقدر من و شما از معصیت، از گناه آنقدر گمراه شدگی هستیم که نه قدر دین خود را میدونیم، نه قدر صحبت حدیث های پیغمبر را میدونیم. در حالی که اگر انسانیت اندیشه کند، نظر کند، حدیث های پیامبر سر تا سر برای بنده مؤمن یک راه نجات، یک نصیحت پدرانه هستند. مع الاسف امروز قریب 90% مسلمان ها از صحبت قال الله و قال رسول هراس دارند، امر خود را به بیهوده صرف کردن به چیزای به معنی، چیزایی که نه در دنیاش نه در آخرتش منفعتش نمیده رو میارن. و امروز هم که باشد بنده خواستم در یک اطراف یک حدیثی اگر چندی کوتاه هست لکن معنی کلانی را در زندگی من و شما اجرا میکند تفکر کنیم، اهمیت بدیم، عمل کنیم، زندگی من و شما را به حد تغییرات میارد. پیامبر میگوید معنی و مفهوم حدیث چنین است که پیامبر میگوید هر وقت یک چیزی منکر را دیده، هر وقت یک چیزی منکر، چیزای منکر یعنی چیزایی که شریعت او را انجام دادنش منع کرده است، هر وقت هم تری چیزای منکر دیده پیامبر میگه او را به دست و منع کنی. پیامبر میگه او را به دست و چکو کنی، منع کنی. یعنی اولین زینه ایمانداری مسلمان انگاه که پیامبر بیان میکند که یعنی که یک چیزی منکر میبینید، یک چیزی بد میبینید، اولا او را چکو کنید، منع کنید. یعنی او را چکو کنید، به دست و منع کنید. پیامبر میگوید و وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که به دست و همون عمل بد چکو کنید، منع کنید، اینا بالفرض کردیم یک برادر در یک جا نشسته است که در هم بالای بگیم که میز شراب میاره، شما هم را چکو میکنی؟ مثلا به دست میگیری دور میکنی. یا که یک برادر میخواه به طرف زینا به جای بروه، تو را از دستش گرفته از او راه بر میگردونیش. همین ها را چکو میکنن؟ از منکرات منع کردن میگن. به همین خاطر پیامبر میگوید که مسلمان وقتی که منکر را میبیند، یعنی یک کار گناه، یک کار معصیت میبیند، اول همون کار معصیت به دستش دور کنند. به دستش مثلا غیرت داری، در هم روی میز عرق میارن میمونن، یا که یک طعام حرام ای گوشت خوک میارن میمونن، یا یکی مال دزدی را طعام میخرن میارن، همو را چکن میکنی؟ دور میکنی. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم علیکم السلام و رحمت الله و در زینه دیوم پیامبر میگوید فإن لم یستطع فبلسانه. در زینه دیوم پیامبر میگوید اگر رفته و بر مثلا که دست غیرت نداری، مثلا نمیتونی که به دست او را دور کنی، اگر به دست او را دور کنی شاید برای تو گپی برسه، برای تو یگان واقعی رخ بدهد. پیامبر میگه که به زبان اونها را بگو، به زبان اونها را نصیحت که از اون کاری بعد دست بکشن. نصیحت شو که حرام نخوری، مثلا دزدی نکنی، ای گپ حرام نگی، ای رفتار حرام نکنی، نصیحت شو کن. و فإن لم یستطع فبقلبه فهو اضعف الایمان. لکن این به زبان گفتن دیم درجه ایمان است. اون وقتی که بر دستت معن میکردی از همه درجه بالای ایمانداری مسلمان بود.
یعنی وقتی که در اون درجه اول ایمانداری تا اظهار کردن میتونی، با دست همون کار حرام منع کردن میتونی، در درجه دیم ایمانداری یعنی که بگیم 50% ایمانداری این چی است؟ یعنی که همونا به زبان نصیحت کرد، چی برادر تای، چی خواهر تای، چی فرزند تای، چی همسر تای، به زبان نصیحت شو که همون معصیت همون گناه دست نزنن. لیکن در همین درجه 50% هم اگر که نتونستی، فإن لم يستطع فبقلبه. بعدا میگه پیامبر همیشه هم که نتونستی با قلب همون را بعد بین. پیامبر میگه با قلب همون را بعد بین، همون عمل همون انسان، همون رفتار همون انسان با قلب بعد بین. لیکن به همین قلبت بعد دیدن ضعیفی ایمان ترا نشون میده. یعنی حتی غیرتی نداری که مثلا که هم برادر از بالای میز در شراب می نوشه، همون شراب از پیشش گرفتن میتونی، یا که یک برادر چیکار میکنه با زنا دست میزنه، با مال دزدی دست میزنه، با زبان نصیحت کردن میتونی. همون کار همون را پیامبر میگه که با دلت بد ببین و همین با دلت بد دیدن پیامبر میگه که نشونه از همه ضعیفترین ایمانیت است. یعنی که از همه بگیم که 25% ایمانداری ترا چیکار میکنن؟ آشکار میکنن. امروز مع الاسف عزیزان دل اکنون بیا که یک اندیشه کنیم که این حدیث انگار چقدر زیبا بیان میکند که زینه ایمان با من شما شرح میده که امروز نظر کنید که همون بگیم 25% که بدیل بدیدن های، همین بدیل بدیدن که 25% حتی همون هم امروز اکثریت ندارن. همون 25% را حتی اکثریت امروز ندارن، حتی با قلبشو بعد نمیبینن. امورا باز وقتی که میبینن یک برادر دزدی کرده است یا زنا کرده است یا کارهای حرام کرده است، علیکم السلام و رحمت الله، یا کارهای حرام و فاحشه کرده است، برزم اینه که بدیلشو بعد بینن که همون حداقل همون 25% ایمانداری در وجودشو باشه، همون هم ندارن. با چیکار میکنن؟ میگه کار بهترین همی کرده است، این کافرها را هم مالشون ندزدی نمیشود، این کافرها را نکشیده نمیشود. یعنی نگاه که در معصیت در گناه با هم آدم چی میکنه؟ تشویق میکنه، در حالی که پیامبر میگه بعد دلت بد نبینی همو از همه ضعیفترین ایمانیت است. به همین خاطر عزیزان دل این عمل امروز در جامعه بسیار میشه. حتی بعضی انسان‌های جاهل بسواد با خود غیرت پیدا کردن، میگه که این کافرایی که در جایش کار مینی میشه از اینها مالشون بدزدی، یا که بگیم اسبابایی که با او ساختمانی میکنن اسبابای اونها را بدزدی، یا که مثلا در مالشو خیانت کنی، هیچ غم نداره یا کافر هستن. نه عزیزان دل، این کسایی که این گپا رو میگن اونها گمراه هستن. این هم بندهای الله هستن. مسلمان باید که از روی حلال کسب به دست کنه و رزق پیدا کنه و زندگیش پیش بره، نه برای حرام. به همین خاطر از این حدیث عزیزان دل من شما اگر کمی اندیشه کنیم بسیار چیزا را برای خود در زندگی میگیریم. یکم این که نگاه کنید از همه زینه ایمانی قوی را پیامبر میگه که به دست منع کردن. یعنی هم معصیت هم میبینی به دستت باید منع کنی. برای خاطر عزیزان دین کدومایید که در جاهای کار میکنی که غیرت داره، گپ تو میگذره، در اونجا کلانتر هسته، نمونه که جوانا و بچه های یوشه که امروز اکثریت شو همین نسلای آینده که از همین بگیم 95 یا 98 هزارم اوست، اکثریت همین جوانا، جوان پسرها، جوان دخترها، اکثریت شو این بی سوادی ابلهی در راه حرام بسیار میروند. و کسایی که گپوتون در اونها میگذره غیرت داره و در بالای سر اونها کلانتر هسته، نگذارید به دست و منع کنه که اینها قمار بازی نکنن. میخوان قمار بازی کنن، از قمار بازی به دست و منع شو کنه. یا که میخوان مثلا که بر همون خانه شراب بیارن، منع شو کنه. یا که دیگر کارهای حرام زنا را میخوان برپا کنن، منع شو کنه. یا که مثلا که میخوان مال دزدی کنن از همون کافی رو، منع شو کنه. این از ایمانداری شما را در زینه اول نشان میده.
و در دیم زینه ایمانداری که بگیم اگه با دیم زینش حصه کمتر ایمانداری مسلمان این است که حد اقل به زبانش پیامبر میگه بگه و زبانش غیرت گفتن کنه. او زمان شما میگه که در همین مردم من شما یک مطلع میگه که نصیحت امر معروف فقط برای ملاها است، نه عزیزان دل. این تنیس عزیزان دل. شما اگر نظر کنید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آخران حج کی کرد این حجت الوداع میگن، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وداع کرد، قای مردم خیر خوش کرد. انم در اما حجت الوداع پیامبر وصیت های کردگیه. حتی همون بعضی علما کتاب کردن همون وصیت های آخر پیغمبر یک کتاب کردن. در همون وصیت های پیامبر یک گپی بهترینه که از پیامبر در همونجا شنیده میشه یکی میگه که بعد می اومدگی تو برسونه اگر چند یک آیت از ما شنیده پیامبر میگه در اون حج که حجت الوداعی که پیامبر کرد زن و مرد با همراهی پیامبر بود، زن و کودک با همراهی پیامبر در اون حج بودن. وقتی که فهمیدن پیامبر حج میکند قریب همه صحابه فهمیدن که حیاتی پیامبر کم مونده است، تبرکاً قریب پیامبر حج کردن و پیامبر در اونجا یک موعظه بسیار جالب کرد. یک موعظه بسیار جالب کرد. چی کرد؟ موعظه بسیار جالب کرد. در همونجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که برسونه اگر چند یک آیت از ما شنیده. یعنی در اونجا زنها هم بدن، کودکان هم بدن، مردان هم بدن، همه اینها مکلف بدن. به همین خاطر عزیزان دل رسوندن در گردن همه ما شرطه. مادر در کوچه نبره، نه به فرزندای خودش، به خاندان خودش، به فرزندای خودش بفهمونه. رفیق به رفیق خودش، پدر به فرزندای خودش، اکا به برادر خودش، اکا به خواهر خودش، عالم به زیر دستای خودش. حد اقل اون کسایی که در شما مکلف هستن برسونه. شما فکر نکنه که شما باید تفسیر حدیث بدونه و شعر بگه و چی بگه، نه. این حد اقل یک سخن برادرانه بگه، یک سخن برادرانه. همون یک نماز نمیخونه، میخواد که شراب بنوشه، شراب از پیش بگی و جمون بگو برادر تو ده همین که غریبی عذاب کردی سای اوخی همین نماز نمیخونی با این گناهش نکوخی. یک سخنش که همون آدم بیدار شوه با این گناهش نکه بگو. یا که یک آدم همون حلال کار میره همون را در قمار میزنن با دست من کش نمیتونی بشنونش یا بگو برادر زن و فرزندا که در اونجا عذاب کشیدن در خونه نان خورده نیست. آخی چی قمار میزنی؟ آخی میدونی که همون حرام است، میدونی که همون برکت نمیاد، چرا همین کارا میکنی؟ در حالی که نماز نمیخونی، همون گناه بینمازی بس نمیکنه که همون را چی میکنی؟ اینه یک نصیحت به زبان. شما نمیسی فقط با عمید ملا و خوریه ها زمانه را میدونی که چی قین شدگیه، چی مشکل شدگیه. و اگر یک علم تهدید کنن یا چی کنن، یگان مسلمان سخن کردن نمیتونه. برای غیرت نیست، توفیق ایمانداری دیگه در وجود نمونده است. به همین خاطر هر یک از مکلف خطا بود میدونی، هر یک از مکلف خطا ادا که اینه که ما تو نخونم مولوی و نشم ملا نشم، نه. هم یک سخن در جوش که حق مسلمانی تا ادا که او گپ تا میگیره نمیکنه طبق این حدیث تا عمل که رفتن میگی برات محبان خوردت صد سنگی ملامت تو کی میمونی ای سالیک سلامت. ایا خیلی میگه بگم ایمنت هر دشنا میکنه چی میکنه اخیال میکنی او کسایی که عمر میگوی ابوبکر میگوی دیگر داد میزنیم ما مسلمون اونها همین در روی کرپچوی غوث طعام خوردن، نه اوجا اونها هم عذاب کشیدن، اونها هم محنت کردن. به همین خاطر عزیزان دل صحبت کردن، نصیحت کردن هم برای زن هم برای مرد، برای یار و دوستان خود، برای رفیقان خود حتمی و ضروری است. باید که برسانیم، باید که چیکار کنیم، قد امکانه که داریم، فهمی که داریم بگیم. حد اقل یک سخنه که میگوی که برادر خواهر این گناه کردیش نکه در زندگی به برکتی میبینی ان شاء الله که یک بهبودی در زندگی تو الله میاره. لکن اگر به عمد دیگرت کرده و چشم پوشی کرده و اهمیت نداده، روز به روز لحظه به لحظه بدبختی و شقاوت به برکتی در زندگی من شما میاد. عزیزان دل الله مهربان از من شما راضی باشد. اگر یگان چیز پرسیدنی باشید مرحمت.
و اگر که چی نباشه ما خارج شویم. الله از من شما راضی باشه. حرکت کنید برادر، حرکت کنید، یک چیزای مهم گوش کنید، یک چیزای در کار گوش کنید، هم برای دنیا تو در کار باشه، هم برای آخرت تو کار کنه که در چیزایی که گوش میکنه هم برای دنیا تو در کار باشه، هم برای آخرت تو. اسلام دینی نیست که فقط در روی جای نماز نشسته، فقط نماز، فقط روزه. نه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسلام یک دینی است که میگه هم دنیا تا آباد کو، هم آخرت تا آباد کو. امروز مع الاسف نگاه میکنی بسیار انسان ها از دین کناره میگیرند، ماها و سالها میگذره نماز نمیخونند. به همین خاطر عزیزان دل، در هر کجا که باشه نمازکاتون بخونه. اینا باز روزه ماه شریف رمضان میساس، روزه را بگیره و طبق صحبتی که کردم کوشش کنه که رفیق های برتونه، خاندان خودتونه نه سوال داشته باشه مرحمت بنویسی. به همین خاطر رفیق های خودتونه، دیار و دوستان خودتونه قد چند قیمتونه انشاءالله که بگه اگر یک کس هم دست شما از یک کاری بد منع شوه، این به حد ثواب کلان داره. در همون جنگ خیبر وقتی که پیامبر بیرق در دست حضرت علی کرم الله وجهه داد، گفت یا علی پیش از آن که جنگ شروع میکنی اول اونها را دعوت به اسلام که اگر یک کس ای دست تو یا علی اگر هدایت بیاوه، از یک شتر سرخی که در راه الله صدقه کنی از اون دا بهتر است. یک شتر سرخ در او وقت، در او دولت عرب در او وقت زمان بگیم با مثل امروزه خیلی که اینا ماشینای تویوتا کیمری میگن چی میگن، از همه ماشینای قیمتتر بگیم ده با ارزش همون را داشت. لیکن این انسانی که در راه الله چیکار میکنه، یک برادرش یک خواهرش یک راه بد منع میکنه، همون تا ثواب کلان میگیره. به همین خاطر به اهمیت نباشه، به پروا نباشه، در پای خوبی همدیگر باشه، در فکر همدیگر باشه، دعا کنه انشاءالله بهتر میشه. الله مهربان از من شما راضی باشه. خداوند من شما را در راه حق و پیروی حق نصیب و روزی بگرداند و امروزه دعا کنید که این مردم مظلوم فلسطین را پروردگار مهربان از چنگ این ظالم یهودی ملعون خلاص بگرداند و پروردگار آنها را به وطنشو برگشتن نصیب روزی بگرداند و پروردگار مهربان همه مسلمان های روی دنیا که در هر گوشه و کنار دنیا هستند اویش به طلب علم رفتن، پروردگار را علمی منفعتناک نصیبشون بگردان. اونهایش که برای رزق و روزی رفتن، پروردگار مهربان رزق فراغ از وجه حلال نصیب و روزیش بگردان. اونهایی که بیمار هستن برای طبابت رفتن، پروردگار را از خزانه غیب خود شفای کامل و عاجل نصیب و روزیش بگردان. و هر بنده مومن مسلمان در آینده نیت های نیکی داره، الله مهربان برآورده خیرشو بگردان. و پروردگار مهربان از همه مهمتر ما را موحد و مسلمان زیستن و به ایمان رفتن برای یک و یکی من شما الله مهربان نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.